چی کورتکا کچشتی؟ ها؟ مزم نیست. مزت نیست؟ جدا کمیم کو؟ بسیار ما رئیس، لیکن همه ما رو جمع کردن بسیار مشکل. دیگرها کنی؟ رئیس زنگ زدم هیچ کس نآمد. درست‌تر زنگ زدن در کار بود. سخن با رئیس سازمان تنبلان بهخوش کارگوریزف. از جایم گپ میزنم. راضیت؟ رفیقان، زمان دیگر شده است. از ما کار طلب میکنند. باید نقشه هفته‌ای کاری داشته باشیم. در هر روز هفته چی کار را انجام دادن لازم باید پیشکی دانیم. مثلا روز دوشنبه روزی از همه وزنین است. روز مجلس گذرانی. باید حسابات کاری یک هفته اینا را شنویم. روزی سه شنبه باید احتیاط کار باشیم، زیرا که در این روز نوبراری ها ما را انتظار است. یک تکلیف. روز دوشنبه که روزی وزنین باشد، البته روزی سه شنبه نوبراری می شود. بعدی کاری وزنین حتما دم گرفتن لازم. همین خوبش از بحر کاری روزی سه شنبه هم گذاریم، چون که روزی خطرناک است. رئیس، برای آنکه نوبراری نشود روز سه شنبه دم میگیریم. غوغا نکنید. روزی چهارشنبه باید روزی بابراری و کاری شود. بعدی دم گرفتن باید دوچند کار کنیم. روزی پنجشنبه هم که روزی بابرار است باید خوب کار کنیم. رئیس و روز چهارشنبه که کار کنیم و افگار میشوی. و روز پنجشنبه با قوت کار کردمون نمیمونه. ما باید حتما روز چهارشنبه تو پنجشنبه باید دم گیریم. رئیس بعدی کاری وزنی حتما دم گرفتن لازم، وگرنه به نفقه برآمدنمون رو خدا میداند. چی میشه بچه ها؟ راست است. مایلش امتیاز میدیم. روزی پنجشنبه کار نمیکنیم، لیکن روزی جمعه باید چنان کار کنیم که قصوری هر دو روز را براریم. های روز جمعه این روز استراحتی مسلمانان است. الحمدلله ما همه مسلمان هستیم. بله. شما هم رئیس در این روز کار کردن گناهی عظیم است.
این بهانه شده نمیتواند. نبخشید ما برای آبروی دو پوله سازمان شده خود را غرق گناه کردنی نیستیم. نباشد روزی شنبه و یک شنبه کار میکنیم. رئیس روز شنبه روزی کوتاه کرایه آمدن رفتن نیست؟ آن نه گپا گفتی. تصور کنید سحر بر وقت از خواب خستن، ریش تراشیدن، دست و روی شستن، لباس پوشیدن، انا باز بر راه برآمدن و به کارخانه آمدن فقط به خاطر 2 ساعتکی کاری. این هیچ ارزش نداره. روزی یکشنبه چیه؟ رئیس از روز یکشنبه الحذر من کن نخوندم ولی شنیدم که یکشنبه خونین سری بسیاری ها را خورده بود. خدا نکند و یگان واقعه روی دهد. پیش از همه شما رئیس به خونه ما ضامن نشوید. غیر از این تمام خلق جهان استراحت کنند و ما کار. اگر این خبر پخش شود هزاران کس ما را نه شما را رئیس طعنه و ملامت میکنند. خوبش از روز کاری یکشنبه هم گذریم و به برنامه گرفتار نشویم. این جهتش هم هست. خلاصه روز چهارشنبه روز مهنت دلاورانه. کسی که طرفدار تصدیق نقشه فقط روز چهارشنبه کار میکنیم باشد میپرسم دست بردارد. استک رئیس یک چیز رو انیق کردن در کار. چی؟ همین هر روز چهارشنبه کار میکنیم.